دوستان سلام. توی این ویدیو میخوایم در مورد این صحبت کنیم که شما اگر از صفر تازه وارد دنیای بازار مالی هم شدین، اساساً یه پول مازاد ماهانه دارید یا ندارید، میخواید اضافه ذخیره کنید یه پولی رو به صورت یه دارایی ارزشمند و باثبات، چگونه باید مراحل کار رو انجام بدید. حالا عده‌ای این وسط ممکنه با بازار مالی آشنا باشن، اونها از وسط ویدیو حدوداً به بعد رو من اونجا میگم که از کجا اونها باید برای بخش استراتژی خرید و فروشش به این ویدیو ملحق بشن. اما دوستانی که از صفر میخوان شروع کنن، از قبل هیچ بک‌گراندی ندارن یا بک‌گراند کمی دارن، من پیشنهاد میکنم از ابتدای ویدیو رو با من همراهی کنن. ما میخوایم چه کار بکنیم؟ ما میخوایم توی یک صرافی به اسم بینگیکس که یه صرافی به خصوص از یک منظری، در واقع شاید بشه گفت از دو منظر به خصوص، یکی این که به ایرانی‌ها سرویس میده، خیلی دنبال وریفیکیشن و اینجور چیزا نیست برای ایرانی ها اذیتی بکنه، و دو این که مهمتر از اون شاید این که فارکس و کامودیتی ها مثل طلا و نقره و نفت و اینها رو پشتیبانی میکنه. یعنی میتونید توی صرافی تریدشون کنید. میدونید به طور عادی شما اینا رو برید توی کجا خرید و فروش کنید؟ توی فارکس، توی متا تریدر و اینها، و با کمک یک بروکر. اما این صرافی به خصوص امکانات بروکرها رو هم تو دل خودش داره در واقع، در یک جمله. و البته که ما امروز کارمون با بروکر و با در واقع حسابای فارکس و اینها نیست. ما دقیقاً یک کریپتوکارنسی رو می‌خوایم بخریم به اسم پکس جی که طلای دیجیتاله، و وقتی شما یک واحد پکس جی می‌خرید به اندازه یک اونس جهانی طلا، این ارز دیجیتال رو خریداری کردید، مال شما میشه. توی شیوهی که امروز می‌خوایم راجعش صحبت کنیم بحث ترید نیست، بحث نگهداشت و سرمایه‌گذاریه. یه داراییه که شما تملک می‌کنید وقتی می‌خریدش، و البته که یه جایی هم ما توصیه می‌کنیم که بفروشید، دوباره پایین‌تر بخرید و به این ترتیب مقدار دلاری پولتون رو هم ارزشش رو مضاعف کنید. با همه اوصاف ما میریم برای اینکه در مورد پکس جی صحبت کنیم. همون قیمت طلا رو داره، یعنی XAU، شاخص XAU یا طلا در بازار جهانی قیمتش هر چقدر هست، رمزارز پکس جی هم همواره همون قیمت رو داره. چجوری تو صرافی شروع به کار بکنیم و چجوری پول دپوزیت کنیم، در واقع تتر یا دلار دیجیتال به اضافه کنیم به حساب کاربریمون توی صرافی، و بعد چجوری بخریم پکس جی رو. این میشه بخش اول. در بخش دوم میخوام راجع به این صحبت کنیم که حالا تو چه قیمتایی بخریم، تو چه قیمتایی بفروشیم. همراهی بفرمایید لطفا. خب دوستان، توی هوم پیج سایت بینگیکس هستیم. میخوایم یه حساب کاربری جدید بسازیم. طبیعتاً دکمه ساین اپ رو میزنیم. یه ایمیل اینجا من وارد میکنم به عنوان اینکه در واقع نام کاربری من باشه، و یه رمز میخواد ازم که من این رمز رو هم بهش میدم. اینجا که ریفرال کد میخواد، آپشنال، البته شما میتونید خالی بذارید این رو، ولی من پیشنهاد میکنم که ریفرال کد هر کسی رو بزنید، چون که میتونه اتفاق به این شکل اتفاق بیفته که در حقیقت یک تخفیفی توی کامیشن معاملاتی که میکنید براتون اتفاق بیفته. من اینجا ریفرال کد حساب دیگه خودمو میزنم، شما هم دوست داشته باشید همین رو میتونید بزنید. به هر حال این با این ریفرال کد شما براتون هیچ فرقی نمیکنه که با ریفرال کد چه کسی ساین اپ کنید. از جمله میتونید با همین ساین اپ کنید یا ثبت نام کنید توی سایت، اما در واقع یه سود دو جانبه است دیگه. هم شما توی کمیسیونی که به صرافی میدید تخفیف میگیرید، هم کسی که ریفرال خودش اینجا وارد شده از تراکنش های شما یه درصد خیلی کم میگیره. به هر حال ساین اپ میکنم. وقتی ساین اپ میکنم یه ایمیل ارسال میشه به در حقیقت همون آدرس ایمیلی که معرفی کردم، که من ایمیل رو اینجا چک میکنم ایمیلم رو و اون کد رو از توی اون ایمیل برمیدارم. بسیار خوب. الان میایم داخل asset. ببینید asset من صفره. همینجوری که ملاحظه میکنید asset من صفره، مقدارش صفره. و این کامپیوتر چون روی شبکه در واقع ترکیه است و یه آی پی ثابت ترکیه داره، میبینید اینجا asset من به لیر اعلام شده، ولی مهم نیست، دلار، لیر، هر چی که باشه به هر حال صفره. ببینید من میام تو قسمت asset، میام تو قسمت فاند اکانت، و داخل قسمت فاند اکانت میگم که من میخواهم USDT دپوزیت کنم. دپوزیت کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه میخوام یه مقدار USDT
وارد این صرافی کنم برای اینکه باهاش بتونم ارز دیجیتال خودم رو بخرم یا ترید خودم رو انجام بدم. من اینجا میزنم دپوزیت، برای تو ردیف مربوط به USDT میزنم دپوزیت، میگه USDT، میتونم اینجا هم همچنان عوضش کنم، ولی خب من طبیعتاً تتر میخوام یا دلار دیجیتال میخوام، پس USDT رو میزنم. اینجا شبکه ترون رو حتما انتخاب میکنم، چون 99.9% موارد انتقال دلار دیجیتال یا تتر در فضای بلاکچین از روی شبکه ترون، چون شبکه ترون فی کمتری میگیره برای اینکه این نقل و انتقال رو انجام بده. ادرس اینفوی من اینجا با این گت ادرس جنریت میشه یا تولید میشه و من میتونم آدرسم رو داشته باشم. این آدرس رو کپی میکنم، میدم به کسی که میخواد برای من تتر بزنه. اون کسی که میخواد به من تتر بده بایستی بره ویدرا کنه. گاهی هم اون کسی خاصی نیست، خود شمایید، یعنی رفتید با ریالتون در یک سایت ایرانی مثلا چه سایتی، مثل تترلند که یکی از معتبرترین سایت های ایرانیه توی زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال فعاله. توی این زمینه خیلی سایت خوب و معتمد، خودم بهش خیلی اعتماد دارم و همیشه ازش خرید میکنم. مثلا میتونم بیام اینجا. اما اگه از تترلند خریدید دوستان، یه نکته‌ای که وجود داره در مورد بحث انتقال رمزارز، حالا چه تتر که استیبل کوین یا رمزارزی با ارزش ثابته، چه سایر رمزارزها، نکتهش اینه که از سایت‌های ایرانی مثل تترلند، مثل نوبیتکس، به صرافی هایی که گیر و گور وریفیکیشن و اینا دارن مستقیم شما نزنید، چون در لحظه بلاکتون میکنه. یعنی اون حساب کاربری مقصد رو بلاک میکنه. مثلا اگر حساب بایننس باشه، شما از تترلند به بایننس یا بالعکس از بایننس به کیف پول تترلندتون بزنید، رمزارز انتقال بدید، بایننس حداقل اینکه موقتا شما رو بلاک میکنه، حساب کاربریتون رو بلاک میکنه. این معنیش این نیست که شما پول از دست میدید، معنیش اینه که یه فاصله وقفه تو کارتون ایجاد میشه و بعد با ایمیل و اینا حل میشه. ولی به هر حال توصیه نمیشه که شما بیاید در حقیقت رمزارزی که از سایت‌های ایرانی خریدید و به صرافی‌های خارجی ارسال کنید. اما در مورد بینگ ایکس مسئله فرق میکنه. بینگ ایکس همراهه و اوکیه، خیلی الان در زمان ضبط این ویدیو بینگ ایکس مشکلی از این جنبه ها نداره. به هر حال من میتونم بیام اینجا مثلا بگم 200 تتر میخوام، میگه الان قیمتش اینقدر، چقدرم ارزون شده با پیش بینی که ما داشتیم کاملا داره همسو حرکت میکنه. به هر حال این تتر رو اینجا میتونم خریداری کنم، بعد انتقالش بدم به اون کیف پول. چیزی که مهمه آدرس کیف پولتون تو بینگ ایکس رو یه گوشه نگهداری کنید یا مثلا تو واتساپ خودتون وارد کنید و این رو که بتونید بعداً دوباره ازش استفاده کنید. حالا با همه این اوصاف من در ادامه میرم داخل یه حساب کاربری بینگ ایکس که توش یه مقداری پول هست، یه مقداری تتر هست و با اون یه مقدار تتره میخوام چیکار کنم؟ به طور آزمایشی طلای دیجیتال بخرم. چیکار میکنم؟ خب دوستان، اینجا ما در بینگ ایکسمون یه مقدار دلار داریم توی این حساب کاربریمون و میخوایم پکس جی بخریم. خیلی ساده است. شما میرید تو منوی اسپات، گزینه اسپات رو میزنید. اگر اینجا پکس جی آخرین چیزی نباشه که شما، جفت ارزی نباشه که شما داشتید، میتونید اینجا اسمش رو تایپ کنید، پکس جی رو میاره لیست میکنه براتون و شما میزنید. میگه آقا الان قیمتش $2357. نکته جذاب اینه که همین حالا اگه برید تو تریدینگ ویو و برید توی دلار، معذرت میخوام، توی طلا XAU $2347 میبینید اینجا الان تو تریدینگ ویو من توی بروکر forex.com شما $2347 باید برای یک اونس جهانی طلا پول بدید. الان همین حالا میگه پکس جی $2357، $10 $8 این حدودا معمولا همیشه گرونتره، اما کاملا همسو با و عین دلار، عین طلا و همسو با طلا حرکت میکنه. باری من اینجا میگم که به قیمت مارکت، اگه میخوام به قیمت همین حالا بخرم،
مجموعاً به اندازه 10 USDT. آقا 10 USDT میشه الان 600,000 تومان. هر کسی از ماها ممکنه $10 رو داشته باشه که بیاد به عنوان یه پس انداز کوچیک یه جایی، مثلا یه مانده‌ای از یه درآمدی، $10، همین $10 که شما میتونید بخرید. مجبورم نیستید به قیمت الان بخرید. الان من اینجا مارکت اگه بخوام بخرم این میشه $10 کافی بزنم بای پکسچی. اما معمولا اینه که ما یه تحلیلی میکنیم، در بخش بعد راجع به نحوه این تحلیل کردن بر اساس استراکچر بازار من صحبت میکنم. ما تحلیل میکنیم در قیمت‌های ارزان فروشی میخریم. اون وقت میگیم الان اگر 2358 است، من میگم که در واقع مثلا 1/100 پکسچی برای من بخر، منتها تو چه پرایسی؟ تو پرایس 2250. ببین میگه $2250 که شد قیمت برای من پکسچی رو خریداری کن. میگه امانتش رو بگو چقدر میخوای. من گفته بودم 100، من قیمت رو عوض کردم یه خورده بیشتر شد، همون 100 که میشه $22.5. میگه $22.5 تو قیمت $2250 برای من بخر، من بای پکسچی رو میتونم بزنم و کانفرم کنم. ببینید این کارو که شما میکنید اویلیبلتون کمتر میشه دیگه. $20 کم، $86 بود شد $66. ولی نگاه کنید این پایینو، اوپن اوردرهای شما یکیش هست پکسچی USDT، اوردر یا سفارش باز دارید. هر وقت قیمت اینقدر بشه میخرید، ولی اگه نرسه به این قیمت طبیعتا این سفارش همینطور باز میمونه. طبیعیه که ما همواره دنبال این هستیم که در قیمت‌های ارزان فروشی بخریم. دوستان اون چه که دیدید نحوه ایجاد یه حساب کاربری در صرافی بینگ ایکس و خرید پکسچی بود. هر کسی که بلد نبوده تا امروز دیگه این بهانه رو نداره. فقط میمونه این که چگونه من تشخیص بدم که تو چه قیمتی بخرم. این رو در بخش بعدی ویدیو اون حرفه‌ای‌ها هم که خیلی حرفه‌ای‌ان و خیلی بلدن، بازم من توصیه میکنم که این بخش دوم ویدیو رو ببینن، برای اینکه استراکچر پادشاه بازاره و من در بخش بعد میخوام توضیح بدم که چگونه باید ارزیابی کنید استراکچر طلا رو و بر اون اساس تصمیم بگیرید که پکسچی رو تو چه قیمتی بخرید. به این ترتیب واقعا رستگار میشید، چون هر بار که میخرید با افزایش قیمت مواجه میشید و تو قیمت‌های گران فروشی میتونید بفروشیدش. خب دوستان مسئله اساسی اینجا اینه که ما در چه قیمتی بخریم، در چه قیمتی بفروشیم. اگر دیدگاه خیلی بلند مدت دارید، طبیعتاً امروز شما نگاه میکنید ببینید که در تایم فریم هفتگی، روزانه یا ماهانه قیمت کجای بازیه. اما اگر دیدگاه کوتاه مدت دارید، از یه حدی کوتاه مدت تر که واقعا دیگه خیلی نمیشه اسمشو سرمایه گذاری گذاشت، بیشتر میشه گفت دارید شما ترید میکنید، امروز میخرید امشب میفروشید یا فردا صبح میفروشید، این دیگه ترید دارید میکنید، منتها با ضریب 1، یعنی استقراضی ترید نمی‌کنید، عین پول خودتون رو باهاش می‌خرید، با همون پول دید قیمت رفته بالا می‌فروشید. کار بدی هم نیست، یه مقدار مستلزمه که وقت بیشتری بگذارید، اشکالی هم نداره. چارت پر از نوسانه و کسی که ساختار چارت رو میفهمه میتونه این کارو بکنه که نوسان رو بگیره. منتها تو یه تایم فریم خیلی کوچیک بهتره شما دی تریدر باشید دیگه، یعنی بیاید ترید بکنید. چه اشکال داره که استقراضی باشه؟ یعنی چی؟ یه واحد شما میذارید، 99 واحد بروکر میذاره، معامله رو با تحلیلی که دارید واردش میشید، وقتی سود کردید سود کل مال شماست، یعنی 99 به علاوه 1 100 کل سودش مال شماست. اما اگر خدایی نکرده ضرر بکنید، ضرر هم کلش مال شماست، یعنی از اون یک واحد شما ضرر تامین میشه و اگه کل اون یک واحد شما بشه ضرر، بایستی به ذخیره شما مراجعه کنه بروکر و اگه ذخیرتون هم تموم شده باشه اصطلاحاً شما کال مارجین میشید و کل حسابتون از دست میدید. بنابراین ولی تو اسپات اینو ما نداریم. تو سرمایه گذاری غیر استقراضی یا عادی دیگه شما هیچ وقت لیکوید نمیشید. دلار یا طلا هیچ وقت قیمتش صفر که نمیخواد بشه که شما بخواید لیکوید بشید. شما مثلا $100 داشتید، دادید طلا خریدید،
2% اومده پایین قیمتش، فردا 10% میره بالا. در مورد طلا به خصوص اینو با زرس قاطع میشه گفت. الان بیایید روی چارت من بهتون نشون میدم. دوستان چارت طلا رو تو تایم فریم هفتگی ملاحظه میفرمایید. این نمودار هفتگیه. یعنی چی؟ یعنی من زوم کنم یه خورده. دوستان ببینید، یعنی هر کدوم از این کندل ها یک هفته رو نشون میدن. الان این کندلی که من روش وایسادم هفته ایه که دوشنبه 4 مارس 2024 شروع شده. این یه هفته است. هر کدوم یه هفته است. نوسانات قیمت در واقع طلای جهانی، اونس جهانی طلا رو دارید می‌بینید. خب ببینید این دارایی همیشه در حال صعود بوده و اگر لاین ترم نگاش کنید، اون چه که نزول داشتیم جمع کردن نیرو برای صعود بعدی به شمار میرفته. چرا؟ چون دنیا به سمت بی‌نظمی داره میره و هر چقدر دنیا بی‌نظم‌تر میشه طلا گرونتر میشه. این قاعده و طبیعت طلاست. همینجور که شاخص‌های سهام هم نوعاً تمایل و ذاتشون به سمت افزایش قیمته. اینه که شما با تیب خاطر کارتون اینه. ببینید خیلی ساده است. شما وایسادید اینجا، نشستید اینجا پای چارت، میخواید ببینید که کی قیمت از اینجا میاد اینجا برمیگرده اینجا که بعد دوباره گام صعودی بعدیشو برداره که وقتی رسید اینجا شما بخرید. موضوع به همین سادگیه واقعا. حالا سوال اینه که شما میگید آقا من از کجا بدونم که این اولا که اساسا میاد پایین، دوما این که از همینجا نمیره راشو بره بالا. مثلا اگر به زمانی که قیمت اینجا بود من به امید اینکه برگرده پایین نمیخریدم، اینجا کل این مسیر افزایش قیمت رو از دست میدادم. ببینید این حرف هم درسته هم غلط. نگاه کنید، ما یه چیزی به اسم کف و سقف داریم که اینها امواج ما رو تعیین میکنن. ببین من در یک نگاه کلان بیگ پیکچر طلا رو بخوام بگم، طلا از یه قیمتایی در این حدودا شروع کرده، رسیده اینجا، یه اصلاح داشته، رسیده اینجا، بعد گام بعدی رسیده اینجا. من اینو بدون اینکه زوم کنم دارم میکشم، همینجور کلی. اجازه مگنتم خاموش کنم. بعد دوباره طلا اومده اینجا، دوباره اومده اینجا، دوباره اومده اینجا و حالا دفعه بعد یه گام کوچیک به بالا داشته، بعد یه گام کوچیک به پایین، حالا داره میره بالا. اینکه این تا کجا میره بالا اینها قابل تخمین زدنه. اما چیز مهم اینه، من این رو میدانم که آخرین سه کف و سقف من کدوم ها هستن. نگاه کنید، من میام اینجا میگم ترند بیس فیبو اکستنشن، این تکنیکشه. همین که میبینید میگم یه کف داشتم، یه سقف اینجا داشتم، یه کف اینجا دارم. این دقت بفرمایید سطوح فیبوناچیه. این سطوح فیبوناچی نشون میده که این گام ایمپالسیوی که قیمت رو اینجا برده بوده بالا، از سال 2008 تا سال 2011 این قیمت طلا رو برده بوده بالا. روند نزولی طلا تا سال 2015 به مدت 4 سال ادامه پیدا کرده. دوباره ما وارد روند صعودی شدیم و این سه نقطه کلیدی ماست، یکیش اینجا، یکیش اینجا، یکیش اینجا و تارگت این سه نقطه فیبوی 1.618. دوستان 618 کلید موضوع، یعنی 618 نسبت طلایی فیبوناچیه. سری فیبوناچی تمام پدیده های هستی رو توضیح میده. شاید باورتون نشه، در نگاه اول یه سری اعداد بی‌معنا به نظر بیاد، اما ما با استفاده از سطوح فیبوناچی تخمین‌های بسیار دقیقی راجع به اتفاقات پیش رو میتونیم داشته باشیم. طلا روندش صعودیه و به سمت $3000 حرکت میکنه. همین حالا هم $2400 رو دیدید که با چه ایمپالسی رد کرد. دوستان نکته‌ای که اهمیت داره این هست که ما بین سقف‌ها و کف‌های تایید شده باید فیبو رو بندازیم. بین هر نقطه‌ای که به نظرتون میاد شما اجازه ندارید فیبو بکشید. برای رسم فیبوی اصلاحی که نیاز دارید که شما بکشید برای اینکه تشخیص بدید که قیمتی که رشد کرده چقدر پایین برخواهد گشت که شما بتوانید در حقیقت در نقطه‌های ارزان فروشی خرید بکنید، کافیه که بیاید تو تایم فریم‌های پایین‌تر، تو اونجا سقف و کف‌های تایید شده رو بینشون در حقیقت فیبو بندازید. الان آخرین کف تایید شده اینجاست، آخرین سقف تایید شده در تایم فریم روزانه
اینجاست. من بین این دو نقطه اگر فیبو بکشم، فیبوی ریتریسمنت بین این دو نقطه به من اعلام میکند که شما در این سطح اگر یک کف داشته باشی و در این سطح یک سقف، انتظار میره قیمت ارزان فروشی از $2023 به پایین باشه. هرچند که طلا به خاطر آشفتگی جهان ممکنه در فیبوی 38%، یعنی تو قیمت حدود $2115 یا حتی کمی بالاتر در حدود $2200 به بالا برگرده و حداقل فعلا اون پایین‌ترا رو نبینه. اما قیمت ارزان فروشی طلای جهانی به ضرس قاطع زیر $2020، قیمتی که من توصیه میکنم که شما میتونید از اون قیمت شروع به خرید بکنید در حدود $2170-2150 به پایینه. تو این قیمت ها شروع کنید به خریدن، چون اگر در قیمت حال حاضر بخرید، درسته که این احتمال هست که سقفو بشکنه و خیلی هم الان صعودیه، ولی ممکنه شما بخرید یه صعودم بکنه ولی شما نفروشید بعد از اون صعود و قیمت چنان پایین بیاد که تا سالها همونجوری که این فاصله اصلاحی رو ما داشتیم، یعنی از تاریخ 2020 الی 2022 2 سال طلا تقریبا راکت بود و نزولی بود، یا قبلترش همون فاصله که قبلتر عرض کردم از سال 2011 تا سال 2015 4 سال راکت بود و نزولی بود، اون سرمایه شما به دوران رکود بره. شما بایستی خیلی هوشمندانه عمل بکنید و در ناحیه ارزان فروشی طلاتون رو نخرید یا پکسچیتون رو نخرید. حالا شما ممکنه بگید آقا من یه مدد کمی دارم، نهایتا من چیکار باید بکنم؟ من خدمت شما این عرض میکنم که شما با همون عدد کمتون مداوم بخرید و بفروشید و اساساً تو تایم فریم های پایین‌تر کار کنید. پکسچی خودتون رو هی افزایش بدید. سعی کنید که هی پکسچی بخرید، هی یه جوری بالاتر تو سقفا بفروشید، دوباره بیایید تو پایین‌تر تو کفا دوباره پکسچی بخرید. انقدر این کار رو بکنید تا این مقدار پول شما چه بر حسب دلار چه بر حسب پکسچی افزایش پیدا کنه، سهم پکسچی شما افزایش پیدا کنه. برای این منظور هم باز خیلی ساده است. شما حتی الان ببینید من تو تایم فریم 1 ساعته هم هر دو سقف و کفی که شما دارید بینشون فیبوناچی رو رسم بکنید، به یه سطح ارزان فروشی در اون تایم فریم میرسید. توجه می‌فرمایید؟ الان مثلا اینجاها من آخرین کفی که بعدش سقف زده، مثلا اگر اینجا فرض بکنم و سقف آخر رو اینجا، میدونم که این حدود 50% رو برگشته پایین، 50% رو برگشته پایین، دوباره رفته الان در حدود 38%. از حساب میکنم اگر قیمت به حدود 61 به قیمت ارزان فروشی رسید، اونجاها با تاییدیه میخرم. و نکته آخر این که تاییدیه چجوریه؟ دوستان تو هر تایم فریمی تاییدیه، اگر شما برای سرمایه گذاری انجام میدید این کارو، حداقل تایم فریمتون باید 1 ساعته باشه که تاییدیه بگیرید. برای گرفتن تاییدیه خرید در سطح مد نظرتون به یک سر و شونه احتیاج دارید. مثلا قیمت رسیده به سطحی، یه پول بک به بالا میزنه کندل شما، یه حرکت ایمپالسیو دوباره انجام میده، دوباره پول بک بعدی به نحوی که پول بک قبلی رو پوشش بدهد اتفاق میفته، یه حرکت نهایی به پایین داریم به تراز شونه چپ توی این سر و شونه، و بعد زمانی که به این تراز رسید شما میتونید اونجا خرید رو توی کف قیمت انجام بدید به امید اینکه قیمت یک همچین حرکتی رو به بالا خواهد داشت. دوستان با توضیحاتی که من خدمتتون دادم، این مقدمه‌ای بود بر مفاهیم استراکچر. این مفاهیم رو یاد گرفتن بی‌نهایت شیرینه، بی‌نهایت جذابه و دنیا و نگاه شما رو به دنیای معامله‌گری و اصولاً به بازارهای مالی به شدت ارتقا میده. شما به عنوان یه بازی جذاب هر روز میتونید یه دارایی رو بگیرید، استراکچرش رو رسم کنید و تشخیص بدید که صعودیه یا نزولی، و اگر صعودی بود تو پایین زدن‌ها بخرید. دقت کنید، این جمله رو حسن ختام این ویدیو میگذارم. اگر تحلیل کردید و بازار صعودی بود، در پایین زدن‌ها در نواحی مهم، در نواحی ارزان فروشی حتما بخرید، و وقتی رفت بالا تو نواحی گران فروشی ترجیحاً بخشی، اگر نه تمام اون چه که خریدید رو، بخشیشو بفروشید که تو پایین زدن بعدی اون بخشی تخم دو زرده برای شما بذاره و مضاعف به شما سود بده. این بحث رو ادامه خواهیم داد. فعلا برای شروع
امیدوارم که مفید واقع شده باشه. ممنون که مشاهده کرد.